خیلی وقتا بیمارا به من مراجعه میکنن با جواب آزمایش چربی خونشون و با یه حس نگرانی بابت اینکه خانم دکتر کلسترول خونم بالاست، آیا نیاز داروی چربی خون شروع بکنم یا نه؟ توی این موارد بستگی به این داره که اون بیمار ما آیا ریسک فاکتورهای قلبی رو داره یا نداره و اون سطح LDL خونش یا همون کلسترول بد چقدر بالا باشه. اگر این سطح بالا نباشه خیلی و بیمار من فاکتورهای خطر قلبی عروقی رو هم نداشته باشه، بهش توصیه میکنم در درجه اول که سبک زندگیش رو تغییر بده و رژیم غذاییش رو کنترل بکنه، ورزش بکنه، سیگارش رو ترک بکنه و رژیم غذایی که شامل چربی‌ها، شیرینیجات اینها باشه رو خیلی کم کنه توی رژیم روزانه‌اش. ولی در مواردی بیمارایی هستن که فاکتورهای خطر قلبی عروقی توشون بیشتر هست، مثلا بیمار من دیابتی هستش یا بیمار من سابقه بیماری قلبی عروقی رو خودش داشته یا در خانواده‌اش داشته، بیماری که سابقه عمل قلب باز داشته خودش یا سابقه استنت گذاری قلبی داشته، توی این موارد توصیه میکنم حتما داروهای آتروواستاتین یا روزواستاتین که از دسته استاتین ها هستن رو براشون تجویز میکنیم شروع بکنن، ادامه بدن و تحت نظر باشن، به خاطر اینکه این داروها ریسک بیماری های قلبی عروقی در آینده رو توی این افراد بسیار کمتر میکنه.